میدونستین مغز شما و روده شما هر روز در حال گفتگو با همدیگه هستن و بسیار به روی همدیگه تأثیرات زیادی رو دارن؟ واقعیتش اینه که باکتری های روده شما فقط توی هضم مواد غذایی به شما کمک نمی کنن، بلکه مواد قدرتمندی رو تولید می کنن که اونها میان تأثیر میذارن روی سلول های مغزی شما و شرایط مغز ما رو آروم می کنن و بدور از استرس. و در ضمن همینجاست که مغز میاد پیام‌هایی رو میفرسته که این پیام‌ها همراه با مواردی انتقال دهنده‌ای هستند که باعث میشه تأثیراتی روی روده ما داشته باشه برای اینکه شرایط روده ما رو در حالت نرمال قرار بده و اینکه ما بتونه جلوگیری کنه از حال تهوع ما، جلوگیری کنه از شرایط مشکلات روده و در اصل یک روده آروم رو داشته باشیم با هضم مواد غذایی خوب. پس یعنی خیلی این گفتگو دو طرفه و روزانه و به صورت مداوم هست و باید حواسمون به این گفتگو باشه. برای اینکه این گفتگو به خوبی انجام بشه بایستی بتونیم در طول روز فیبر مناسب داشته باشیم، مواد غذایی پریبیوتیک داشته باشیم، مواد غذایی تخمیری رو داشته باشیم و فعالیت فیزیکی و همچنین سعی کنیم تا اونجایی میتونیم از مواد غذایی که شکر بالا دارن و اینکه فراوری شده و پروسس شده هستن کمترین میزان ممکنه استفاده کنیم تا اجازه بدیم این ارتباط دو طرفه مغز و روده هر روز شکل بگیره. یادتون باشه اگه میخواین حال خوشحال داشته باشید باید روده خوشحالی هم داشته باشین. خیلی به هم ارتباط دارن. مرسی.